بیایید با هم آماده شیم بریم گورجستان. تنها ورژنی از من که حاضر ساعت 4 صبح پاشه اون ورژنیه که میخواد بره فرودگاه، چون قراره یک سفر خیلی خفن رو شروع کنه. ساعت 5:20 شما رو نمیدونم ولی هیچ چیزی به اندازه سفر کردم منو خوشحال نمیکنه و من کل مسیر رو ذوق بودم، ولی در این حال اینطوری بودم که واقعا گشتمه. بعد از خوردن یه صبحونه خیلی عجیب غریب و تخیلی توی سلف فرودگاه کارت پرواز گرفتیم و عوارضم پرداخت کردیم و زدیم بیرون. از شانس خوبمون ردیف صندلیمون 31 بود، یعنی دقیقاً ته هواپیما و با ویوی موتور، که البته خیلی اهمیت نداره چون که من کل پرواز رو خوابیدم. بالاخره رسیدیم به فرودگاه تفلیس و چمدونامون تحویل گرفتیم و رفتیم سوار اتوبوس بشیم که برسیم به هتل. و باورتون نمیشه چقدر تولیده‌ای که تو اتوبوسمون بود چرت و پرت گفت و خالی بس. واقعا حالم از این تولیدا رو به هم می‌خوره. شاید بعداً براتون تعریف کردم، ولی تا موقع ویوی عجیب اتاقمون رو ببینید. ما بالاخره رسیدیم هتل، واسه همین توی ویدیو بعدی می‌بینمتون.